من امروز اومدم از مامان یه چند سوال که حس میکنم این سوالا ممکنه در سوالای هم نسلای خودم باشه یا نسلای قبل از من در 70 یا اینا. حالا من چند روز پیش توی تیک تاک یه کلیپ دیدم که یه پسره از یه پسره چالشی گرفت که این که زنگ بزن به دوست دخترت بگو میخوام با خانواده‌ام فردا شب بیایم خواستگاری. ببین نظرش چی و جواب چی میده. که الان این بالا کلیپ رو نشون میدم، میبینین همتون؟ سلام. سلام، خوبی؟ چطوری؟ خوبی جانم. کجایی؟ من بیرونم جان. خواستم یه چیزی بهت بگم. چی؟ میگم ما فردا با مامان بابام حرف زدم بیایم خونتون برای خواستگاری. فردا؟ آره. تو به خواستگاری من؟ آره دیگه. با 7 تومن و واسه من زندگی بسازی. نانی من نمیتونم برات زندگی بسازم. فکر نکنم با 7 تومن بشه زندگی ساختن. نه ماشینی نه خونه. چه حساب؟ اوکی خدا. دختر خانم اگه دقت کرده باشی نگاه کردی کلیپو دیگه، دختر خانم به پسره میگه که حقوق 7 تومن جوابی واسه زندگی من نمیکنه. ولی و من مثلا خانوم به نظر من دختره درست گفت. توی این زمونه، با این اقتصاد، با این دوره واقعا حقوق 7 تومن نه مثلا خرج منو در میتونه بیاره نه خرج خودشو. من که بین یکی و یکیمون باشه. به نظر مثلا من بین خودم سوال برام پیش اومد، اگه چنین فردی اومد واسه خودم گفت که من حقوقم 7 تومنه، به نظر دوستشم دارم، ولی خب یه لحظه که نگاه میکنم اینم حقوقش 7 تومنه واقعا قابل درک و اینجور چیزا نیسته. بعد چه جوابی این آقا پسر بدیم؟ ببین اگه دقت کنی توی کلیپ میگه که من 2 ساله که با یه دختر خانومی در رابطه هستم، درسته؟ 2 سال مدت زمان خیلی کمی هم نیست، یعنی میتونه یه مدت زمان خیلی طولانی باشه. چرا که ما میگیم که مدت زمان آشنایی باید 3 ماه تا 6 ماه باشه، چون که این مدت وابستگی است و به بعدش میشه دلبستگی. ولی اینکه 2 سال با این آقا رابطه داشته، آیا درسته که با یک نفر تا 2 سال ارتباط بگیری و تازه به این نتیجه، به این فکر برسی که این آقا درآمدش مثلا 7 تومنه و احتمال داره برای آینده من کفاف نده؟ یعنی به نظر خودت این میتونه درست باشه؟ یعنی این یه اجحاف، یک ظلمی در حق یک فرد دیگه نیست؟ بهتر این نیست همون اول رابطه از این موضوع اطلاع بگیری، یعنی مطمئن بشی. ببینی اگه میتونی با شرایط مالیش خودتو وقت کنار بیای، کنارش باشی، همراهش باشی، اونم به مدت زمان طولانی، اینطوری فکر کنم خیلی بهتره. یعنی همون اول پیشبینی هایی رو برای خودت داشته باشی، پیشبینی کنیم ببینیم طرفمون میتونه حقوقش 7 تومن بیشتر بشه یا نه. اگه نشه که معلومه تکلیف واقعا نمیشه با این فرد زندگی. بعد یادت باشه تمام سرمایه گذاری ها روی این مورد، درسته این حتما باید باشه، یعنی باید لازمه زندگی، اما یه چیز مهمتری هست که باید اونو اول از هر چیزی ببینیم و اون چیزی نیست جز اخلاق. این که درسته. خب این سوال من بود، امیدوارم سوال شما و هم نسلای خودم بوده باشه، چون بر من یه سوال پیش اومد وقتی این کلیپ رو دیدم. اگه سوالی چیزی شما هم داشتین و در مورد این شما هم چیزی داشتین حتما بگین، خوشحال میشیم. خداحافظ.